سلام دوستان عزیز، چطور؟ من مهراب ایکس گیمینگ هستم. خوش اومدین به ویدیو من. امروز میخوایم واسه تو آموزش ماینکرافت بریم. گیم قبلی رو بچه با لپتاپ رفتیم، این گیم رو قرار با گوشی بریم. لطفا قبلش ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت بذارید. بریم سراغ آموزش بچه ماینکرافت. برای قدم اول که تو ماینکرافت بتونیم زنده بمونیم نیاز به چوب و ابزار چوبی داریم و یکم هم غذا. خب ما یه لحظه اینو بکشیم. خب بچه ها گوشتشو گرفتیم، حالا بریم برای کندن یکم چوب. خب بزن بریم. خب بعد از اینکه چوب کندین بیاین تو این قسمت، بعد اینو تبدیل به این کنیم، به یه چوب دیگه کامل. چند تا ریز چوب هم درست میکنیم، یه دونه کرافتینگ تیبل یا همون میز کار، همینا. بعد چی نیاز داریم؟ کلنگ و چند تا شمشیر و تبر. میایم تو این قسمت کلنگ رو درست میکنیم، شمشیر هم درست میکنیم، تبر هم درست میکنیم. خب چیزایی که ما نیاز داشتیم رو درست کردیم الان. حالا بریم سراغ پیدا کردن روستا یا غذا گرفتن، چون غذا کم داریم. بچه این ویدیو ماینکرافت رو قرار پارت به پارت واسهتون بذارم. بزن بریم. خب بچه ها، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه بچه ها. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.